یک لحظه دوستان خنده در خدمتتان بنده خنده کنید ای دوستان زیب شماست خنده مقامی بود و باشم می باشد قلبی مردم چون در باغ دل من نیست جای به ما رو گشتم السلام علیکم هواداران مخلصان و من همه آن نفرانی که این لحظه یک فرصت غنیمت را دریافته به کانال پیکی سوخت در آمده تماشا دارند. عزیزان دیده این برنامه یک پیاله چای است چون هر دفعه در برنامه ها ما میگفتیم که یک سفر داریم میخواهیم به ناحیه ها سفر کنیم به شهرها و امروز از خوجند باستان آمدیم رسیدیم تا استرافشان. استرافشان شهری قدیمه، شهری تجارت و شهری هنرمندان است. شما از من بهتر میدونید. استرافشانی هایی که ما رو تماشا کرده باشند سلامی آتشین از وطنی شما دوستان. اینک برنامه یک پیاله چای در استرافشان رفتیم دوستان. این ظاهر نیمی؟ ظاهر؟ تو نیمی؟ ظاهر؟ دوستانی عزیز ظاهر خالق ای قند زن ای قند زن یک تا استرافشانی یافتم. یا السلام علیکم السلام علیکم یه شما نازمی درست زیارای موه ماشین یک طرف بستیم شما شمال نیست و اگجا شما پرنده اومد نگوید شمالی می پرندگی هم نیست نیست ظاهر جان ما برنامه یک پیاله چای امروز مهمانی همین استرافشان شما دید من میدونم که زادگاه شما همینجا استرافشان زادگاه هم بالو پروازم توی گفته من ایستگاه ایستادم یگون پرواز کرده برام شما خوجند روانه می کجا رفته ایستادم دوستم همین روز کارتون رو تلفن کنید مانونی چی بگید خوب همین روز ما مهمانی به خانه ای میدونید کی با کی یک مرد خانه من بنگید با نه مرد صاحب استعداد یک مردی که دویم خدمتی مردم با میدونید کی یک تا اورتیپگی استرافشانی استرافشان همیشه در خدمت مردم نوریدین کرنای کرنای چی گویی؟ رفتیم همون خانه شما نشوندید دوستم مهمون اگر استرافشان اومده باشن ما همه کار رو میپرتویم و اپای مهمون میشیم سلامت باشید رفتیم مرحمت یا هی میکنید میو نه یا هی کنید شما هی کنید سر شد استرافشان و ماشین کشته گرفت انا مقیم جان آمدیم اینجا این خانه نوریدین کانای همین می من گفتم ما استرافشانی رو فخر میکنیم خانه نوریدین قلعه مختپه نام دارد قلعه اینجا خانه نوریدین نمی نه خانه با من یکم بار دیده گفتیم که مردک توی به میرفت مهنتش برابست نرفته بود است گفتیم من با اینجا مختپه قلعه مختپه دوستم اینجا مختپه آوازه و دروازش از ولایت بیرون از جمهوری بیرون رفتگی میدونم بین نهایت یک جای بزیب البته کاری خوب شد که انا همین یک چی گویم اینا قلعه مختپه گوییم هم میشه چون که در داخلش من میدونم راستای هنرمندا هست هم تو اونجا جای تماشاست اگر من خطا نکنم نگاه کنید من ممکن جان استرافشان رو ببینید چقدر زیبا آب و هوایش رو نگید آب و هوایش انسان رو به خود جلب میکنه بله کجا همه جا کاندیشنر موندگی خنکک فهمو کوچه بموندگی بله دوستی عزیز من میدونم که نام پیشتری استرافشان اورتیپا بود بعد کیروپل بوده ای سلامت باشید شهری قدیمه دوستان شهر استرافشان راستی گپ زورجو مورا با این قلعه بسیار آوازداری شهری استرافشان آوردن تماشا کردیم داخلش را هم ما دیده میبریم فقط تنها یک چیز نوریدین از خانهش توی به برآمده نرود شد ما خانه وای کسب اومده شدیم شما طریق تلفن صحبت کردید یا نه تلفن ندارم دوستم تلفن ندارم شما یه بار زنگ زنید از اون شما در آمدنش بپول یا برومدنش همش بپول
رایگانم. اگر در رستوران مهمان آید همه چیز بپول. سلامت باشه، سلامت باشه. زنگ زنید گویید که نوریدین مهمان آمدگی درت محکم کرد برو. ایست خانه تنم. نوریدین مهمان ها آمدگی. گویم اگر این دفعه می آمدگی شوند البته خانه به درآمد ضیافت میخوردگی شده بیام. من حاضر برفتم. چغزده بیام. چغزده بود. خب بیا برای چغزده گیریم. حاضر بناگه باگل زده مانا نگر. خیلی. ما میگیم الکی چغزده بودیم دار. شوخی دوستم. راستی گپ من خوشحالم که شما رو ما خوردیم. شما به ما این خاله مهر رو نشون دادید، شهر رو نشون دادید. من بسیار می‌خواستم که یک بار داخلش تماشا کنم. رفتیم. مقیم جان عبدالفتاح مهمون ما اگر خواهن که تماشا کنن ما در خدمت اون کس. البته رفتیم یک تماشا می‌کنیم. در حقیقت یک جایی گویم آباد و گمان میکنم که در داخلش هم امفی‌تئاتر چوربینی ها همینجا میگذرد. بله در اینجا کنسرت چوربینی های بسیار میگذرد. من حاضر نوریدین جان با زنگ میزنیم. من باوری من یا توینده یا اینکه پسرچش میبردارد دادم خواب میگوید. خواب یا برفتگی میگویم ممکن. یا همین خیر لازم بریم چی. انا. الو. السلام علیکم. سلام علیکم. گوش کنید نوریدین جان. اینجا من حاضر خوجان رفته ایستاده بودم یک بار در راه مهمان ها رو واخوردم. مقیم جان عبدالفتاح آمده ایستاده بودن. پس گفتن که ما امروز در مهمانی شهری استرافشن بوستانی گفتم من اون کس را حاضر در یک جای تاریخی قلعه مختپا آوردم. میگن که خانه نوریدین گجا من گفتم نوریدین ممکن در توی باشد می خانه خودم برم یا چیکار کنم؟ مرحبت خانه در آب شدگی بیمالان بیایتون مرحبت. توی نمیه که توی بیگانی دیا توی آره بیگانی توی کاری به ساعتی شش بکن توی خانه تان همون وای کوچه عشق خانه محبت با کرنه سرنای همین خیل؟ نوری دیده توجی سا مالش نوریدین جان رفتیم. نوریدین جان ما حاضر پس از چند دقیقه سوی خانه شما میریم. دروازه رو پاچکا مکتی میزنیم. چوب پاچکی زدی گوید دیگه دستمون توفه های مالش. با این دفعه بیایید اگر در اومده ضیافت میخوردگی شده بیایید نگید. هم تو نوری دیده اومدن گیتون برای شما همه وقت دورازی شدگی دورازی یک شده مونید. مخول شد پسندتان اومد. باور کنید من یک چیز میگویم زاهد جان. همین مصلحت دادن من بس کردی. چی بگویید؟ برای چه؟ یک تا واقعی عجایب یادم برسید تمام من شما گفته بودم سونی ماشین به سوار شویم رویم. مالش یک آدم آقل خانه‌اش به اسبی اولاقیش بود است. اسبی اولاقی من چی بگویم اوروتی پگیام خوشش اسبی اولاقی بود. همه قیمت میستاد $50,000 میستاد 100,000 میستاد. یه زمان آقل خانه به درات کی اسب مزهش نی کلاش خام منم تی شده است. سانی زیخ شده سفته است این اسب چیکار کنیم مکن این اسب کسال اسب میکشیم نباشد و زنش به گازنات گوسفند همونجا گوش کراست گوسفند دانا بود است با آدم آقل خانه هم تو برات اسب آمده آشنا به توی میکشتیان به توی کسال گوسیان به اگر همی خکر کالت خام کریسی توی میکشان گفته است اسب از جان شیرین کو با پاچکوش که داوید در این آقل خانه گشت است اسب صاحبش آمده دیده آیا اسب اولاقی درو شده است که من نزنک همین نیت به باور کن همین یک چی گم همین اسب درو شدگیش به قصاب چیزان گوسفند میکشیم گفته اما مصلحت دادن لازم بود اسب‌ها اینجا شکلات نمیخورن چی با کی میتید به شکلات انا نوریدین جان خونش در همین جا رسید آمدیم اینجا به هایکرام هیچی می خونه خودم باین بازور خودی خونه خودتون باین خودتون رو ایست کنید یا با جزان به هر نوریدین نوریدین واسه یک دقیقه نوریدین جان
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. Nazayı, durusuydu. Selametle Allah'ın İşte bu antiseptik dosası. Ha, ya. شما درست می ناز می شما درست می کنی مارما کنی مارما دوستان عزیز دو تا رو تیپی یک تا ساعت اسفرگی برای ندید هر روز درونده برافرین من çok نمیخورم نوردین جان مارما antiseptik شما هم به antiseptik شوید جایی دستشویی به بیماری ها نشود بیماری ها اینو اصلا اینو نیبری نبیره گفتنو نبیرم اشتیاش خیلی خوب ناز میخورد گفته خورسند میشد است بابا سونی همین خورسندی سال کم میشد است سونی سالها گذشته نبیرم کنسر میخورد میگفتیم نوردین جان مارما کنی güzel کنی مارما پارنده هایم امی کاتبه یکتش تگیری ببینید ببینید ارتبش نمیخوام انا خیلی کنی شما خیر خداوند همین خانه به فیض و برکات بارد و الهی ما همیشه همین فرصت های فقط توی و خورسندی به با آمده همین خیلی نشستگی باشیم الله اکبر خودتان نظم اکا جان ما اکا یک برنامه یک پیاله چای خطی تصمیم گرفتیم که با خواهش البته همه اون تماشابینانی که طریق یوتیوب کانال تماشا میکنن در همه شهر و ناحیه ها یک مهمان شویم یک پیاله چای نوشی میفته همین استراحت با آمده نوردین کرنایچی ندیده رفتن خودش یک گناه باور کنید. بله همین راهبه خوشبختانه این کسی دیدم که خود جنب ماشین انتظار بودن. من گفتم خونی من گفتم مکانی زیستی همون آدم میدانید میگم مونده قاعده های همه خانه تعیین نمیکنیم یا من پرسام گفتم تلفن کردن شما با توی نمی بناگه ما شما وقت من فکر میکنم که کرنای نواز باشد خونش کرنای با این ساختگی مثلا گیریم و فکر میکنم نه خیر من منزلا الهی نصیب کند نفس بیدانه هم انچه بسیار بیدانه یا گوشت میوای هم تو اگر دندان خونش باشد دندان با این ساختگی نه عجایب گپ نیست نوردین جان امروز ما کمتر میخوایم یک حجو و لطیفه های استراحت شنویم و با خودمون هم گفته باشیم سپس با یک کمتر شما کتی چی گویم یک طعام ملی مثلا گیریم چخل طعام گویم طعام میشد مثلا گیریم بی گوشت بی کارتوشکا هم تو من میشد طعام لیکن اكو کارنای نواز خونش با مدیم ندارم یگان نمودی طعام انتخاب میکنیم و همون یک تیار میکنیم خودتان تیار میکنیم ما و نواربه میگیریم چی گفتید خیر خودتان نظمی سلامتتان نظم رنگولتان جدا بزیب خوشتو ما هم دو سه روز باز طرفای خوجان توی بودیم دوستی ما خدمتی مردم به دائما مردم غرق عرق آخر استرالشان بود هواش نگاه کنین قدر سالقین از یا در هیجان باشن در هیجان نه خانی تو من آدم بیاد عرق زیاد میکنه اگر گوش نباشه با ناآمده الکی با طعام گاوسی من عرق زیاد میکنه دوستان نوردین جان من خیلی میگویند که دوستی عزیز یک درگاه با آمد یک دعای فاتحه کن گفته من یک آمین کریم فیض و برکات شویش کارتون تیاد حالی با آمده شتن به وقت ما میشه من پیش اصلا میخواستم که با چی گویم همون اسباب های انسامبل خودتون من مثلا کارنای های کلارنت های سورنای های ضربی اسباب ها هستن یا بار یک تماشا کنیم گفته گپ بود من با شنیدم که میدونید می استراحت ها مردمش گفتن که بیانده کارنای ها همون عصری واهمه نکنیم سنگین هست گفته همون من دیدم با اومده یا بار بینیم کجا با وای طرف خب رفتیم همه گروه جمع کن وقت همه جمع نوازنده و نوریدی میبینم که کارنای خیلی دیخقانی کن اینجا این همون مردم گپ زدگی کارنای به فکرم همینا اینه بین انا یک کارنای همه عصری نو دا شونده بودید انا یک کارنای های عصری نو دا حوزه باز با مود برآمده شده است خیر السلام علیکم سلامت باشتون امروز ما یک مهمانی خاندانی یکای عزیز گردیدیم انا زور جان نمودش دیدی ها اینا بله عجایب خب درباره این کارنایا با ما گفته میدیهن حالی من میخواستم که همینجا به حاضر همین دوتا جوانه که یاش من همینجا ایستادیم جوانا یک تا همین کوت و حقق برای همین تماشابینانی که ما تماشا میکنن کنی یک تا کنی
قند زنیتون الهو من صدای کردن صدای سردن فورم. رمز توی خرسندی باز هم فورم باز فورم بله سری دسترخوان با یاکتی وا میخوریم بیایتون بچه‌ها کنیم بیایتون خوب درباره اینها ما به فهمانده میتیدازیم درباره انا همین اولی جناب این سیخ کوشه بود است نگاه کنیم این خودی گل بریم نه پاتیفون بریم پاتیفون گل آها اینجا میگذاریم اینجا گذاریم خب نورالدین جان البته یک کلکسی کلون کارنایوش ما تماشا کردیم من دو تاش من اینجا آوردم دو تاش این زور جان خبیده گفته اومد اینجا باور کنید همین های از کجا میابیتم میز رو این خودش تاجیکستان با استراسان یک آدم کارنای سوز هستیم استاد میرزا همین کارنایوی منمی به نزدیکی همین کارنای عصری نویو دوری سومونیویه آدم آمو کتابای افته همین چیزی برای ما ساخته دارم یعنی که کارنای دوری قدیم از اول همین کارنایو همین خیلی نمود داشته گم همین خیلی نمود همش این کاچ کارنایو ما حاضر نورالدین جان اگوجا میابیتم گفتم کو یک واقعه یادم برسید خوجنبه یک کس استانوفکا به ایسکوه ایستاده یک کس سیگار کشیده بودسته یک تا سیگار ممکن می فقط میتلبید است و آدم منم مرامت گفت گرفته آرام نشده با میبخشید همین خیلی کاش ما اگوجا میابیتم گفت اینا شما میابیتم ما میخریم گفته است نورالدین جان یک سیگار کش گفته است که ارزوم همین سیگاریت پارتفتان گفته است از اون ارزو هم ده خیلی ارزوی عملی میگردد همین خدا خواهد گفت هیچ گام نبوده است که پارتو گفت به ارزو چقدر زندگی میکنه نورالدین باز برمیگردیم کارنای نوازی ارزوی شما از خورده است از خورده ها استادتون کی استاد ما فیضیف اکبر شادروان حاضر در حیات نیستن همین کسب مانو عبدالصمد جلیلیف با اون نصر میشناسم خیلی همه اونا ما هم پدرشون اکوی عبدالستار کارنای نوازو همین کسب منبع یاد دادم خدا با شکر من همین پشتی کسب سلامت باشید خیلی خلاص حاضر توی ها با من میبینم که این خیلی چیز نیست اگر این خیلی چیز باشد عروس و داماد ممکن ترسده ما لیکن این خیلی چیز نیست این پیشتر بودگی حاضر کوی حسابی اما قلعه مغبه استفاده این نشه گرید این نشه خودی اجدهاری سی کلا ها بریم بس این درباره این چیز گپ زنید کنید این چیز چی باشه کنید این کارنای هم همین کاش کارنای میگن کاش کارنای اینو هم همون دوری عصری نویو دابا پیش استفاده می‌بردیم خوب بالایی و منارها و برانده آواز می‌کردیم اصلا گیرمگر آوازی کارنای سرنای عموما همین آوازها وقتی که لحظه های خوشی مردم به همین چیز نه رمزی توی رمز خرسندی البته ولی در استرامشان میدونید اگر در اویله‌ای که فرزند تولد میشد همون اویله پگویروزی بر وقت کارنای نوازان رفته کارنای مینوازند کودک تولد شدم گویا که در انا همون محله همه داند که در همین اویله کودک سرچه یا دخترچه به دنیا آمده است تولد خانم هم نواخته میرن از فدراسیون روسیه یک مهمان آمده بودن با حیرت موندم میگن چی مینوازن پگویروزی بر وقت من گفتم این در محله یک نفر کودکدار شد رکلام گفتم من با فکر کردم که همین کارنای که کشته روی اگر همون رادامنگی ها ترسیده ممکن پول نمیگیرد لیکن به هر حال من میدونم که شما سفرهای هنری هم داشتید با کدام دولت ها بودید از پسی همین کارنای نوازی یعنی در آزمون ها بسیار اشتراک کرده اید آزمون ها بسیار هر سال من همین خودم بمیشد خب من چند بار آزمون ها اشتراک فقط جایی نمایان یک کلمه گرفتگی سال 2005 اکسپو 2005 ویستافکی عمومی جهانی ما 11 روز با جناب 3 نفر ای خودی استرالشان اکسپو 2005 ویستافکی عمومی اشتراک کرده یعنی که در حیات تاجیکستان بودید شما اونجا به نواختتون اونجا همین خیر من میدونم که ژاپنی هم بودید یا نه هم ژاپنی به 2005 یعنی تاجیکستان رو معرفی کردید با همین اسباب موسیقی میدونی چیکار شدگی اینها نواخت شدن یا تا یاپنچه ها مایده هکو آمده گفته که چی به این یگان سوراخیش نیست و چیکار می نوازیتون گفته
این داداری من اینجا شا قپیداست که ویتاس با این با ویشای میگن جابرا شای میگفته دیا لیکن هم تو شده کی می همین خیلی همشون حیرت می‌کنن که اوکی هر یک چیزی مثال کنوبکش هایو نفسی با برای ما خودش می‌بینیم این همه ادرون نفس حالش شما یعنی نفسی که میگوید که تو با کی vulkanizatsiya kofta nafas vulkanizatsiya های vulkanizatsiya اصلا گیریم اگر اکونوریدین ما من کمی باشد هم از کلکسی کارنای سنایی شما واقف شدیم تماشابینانی ما هم تماشا کردن میگن که خانه گرگ به استخوان نمیشود میگن بنابر همین دیدیم که حاضر من همین چیزا بود است درباره گروه حتما فهمیدم میخوایم نام گروه چند نفر چند سال بود شما علاقه با یک گروه ایجاد کرده ایستاده سالی 96 تشکیل کرده شده بود خب اکنون پیشتر تویوبا خودتون میدونستون دو کارنای سه کارنای 23 سال شدم 23 سال من با همراهی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حاضر درباره گروه گپ زدیم این های ببینید بیاید شما نازمی تیجی کارا نازمی کنی مرامت بذارید مرامت شما نازمی یاد بدید دیگه ناز هستید لبی دروازه با آنتی سپتیک بود چیکاری تو کنی خای فایز برکات کاراتون الله اکبر این های شناس کنید نوریدین این های شناس کنید جلیلوف عبدالرسول آدم خوش نغوره می نوازن خوش نغوره این کس جلیلوف عبدالمنان این کس کارنای نواز خوب اما همین کارنای نواختن مشکل است یا اگر نخود نخورده باشه ممکن حاضر مثال میتونی مانو مقیم جانم نواخته خیلی تو باید نفساتون با گبله نفس نه اکنون بیایی خیل کنیم نه سراخی گنجشکا کشیدم قصاب کشید میگه حاضر نگاه کردی که همین مرده که من از دهانش اگه لطیفه شونه رو فتشتم نمیگه یکی اگر کارنه اگر سپوری اگر بله با طوری با قبل یک کس جرس شمی برورد خب آمده بسیار ناز کردتون امروز برنامه یک پلو چای در مهمانی اکوی عزیزم و نوریدین من گمان میکنم که گروه شما همین دو کاسکتی تمام نه با هستن نفرم ما حاضر گپا سر کرده بودیم درباره گروه ما همین وقتی که همین چیز تشکیل کردیم خب من تا همین جا ما 10 نفر ایده کی بود ایده تشکیلی ایده منو جلیلوف عبدالصمد خب یک گروه تشکیل میکنیم گروه تشکیل میکنیم گفتم من همین از سال همون 94 95 من همین چیز ما تشکیل کردیم من از پشت همین کسب ما با همراهی جناب در شهرهای رسی هم در ویستافکاوی هم رفته همون یعنی که مرتبه های بلند برسیدید خب در اول ها دشوار بود اکنون تا یک چیز تشکیل کرده تا یک چیز ساختنه همه جمعه مشکلی های بعد بعدی که همین چیزهای ساختیم و نوازش های همراه کنیم من برای اودارنیک نافگانی ها انسامبل بود اسباب‌های پیش اکنون فقط دایره و کشنغاره بود ما با همراهی جلیلوف عبدالصمد جلیلوف عبدالرسول من اسبابی ضربی اودارنیکا همراه کردیم با یک عجایبات ضربی پوره میشد من بعد ثانی با سورنای کلارنت همین چیزهای من تشکیل کرده یعنی که باز هم دیگرگون ساختتون کمتر باز دیگرگونی نوریدین جان همش خوب میبینم که بیدانه قطار پرنده ها قطار این مشغولیتی که با وقت میشد میگه بغیر از خدمتی مشغولیتی خودم منم همین پرنده رو دوست میدارم من این طرف نگاه کنید من کانری راهبرا اکواریوم ناز میدیدم راهبرا چی به گفته پرسید دهان میکشد و آوازش نیست نغزمون هم عصبا آرام من اکو ها بدون خونش اشنا بدون خونش اشنا سحری از خواب بیدار شد دیگه آواز بدون آنچه ماینه آرام و آوازه بلندی کارنای کتی با اومده هر روز و تربوتورو جدید گوشویم برای که اینو آنچه آرام میکند ماینه من فکر میکنم که اینها همین کارنای نواز ریپتیسی شما نه همین کارنای قپی خوندنش نکنید همین خیلی شده موندگی با من نوازش کنیم با گوش میکنید با همش سر میکنید هر یک آدم پیش همین کارنای چوب مول نیست کار میشه
و من هیچی نمیخورم گفته بود. هر یک آدمان یک خوب بیشایدیم مشغولیت دوست داشتگی شاید. بله. کنی بادام برفتیم. کنی بادام با یک خانه یک رفیق برفتیم. همون وقتی ما رفتگیم کنی بادام با کلموش پیدا داشتگی بود. یک سالی بود. سالی بود. سانی خلاصی گپ در آمدم که نگاه میکنم خودش همونجا ککلیک بخشش کپ کوبه همه عقفسش گرفت و سر داد. همین روی حوالی گشت از کپ دویده. بی نهایت ناز کن بخوای درباره موش هم گپ زدیم. موش همیشه خیلی بسیار شده گرفته. خانه بهش تگی بودیم و آدم چای برآمد. نگاه کنم همین کورپچه کم برداشته شد گویی. برداشته شد کورپچه. ما گفتم همین موش گفتم اونجا نه کانای نبود. اونجا دیگه چیز بود نمیدونم یادم نیست چی بود. این فروورا هم همین وای شدگی جوبه. کورپچه بلند. من موش هم تو شدو جیم شد. ما گفتم وای آمده بود که چای آور ما گفتم حتی مشمول از من کشتم همون گفتم کورپچه بعدنات کانیک همونجا در آمده ما نازگیر سری حتی کانیک خوردیم. اصلا گیریم اگر نوریدین هر یک نفری که مثلا گیریم یک کسب داده می شود از پشتی و کسب روزش میگذرانده. چند فرزند دارید شما؟ 3 پسر. 3 پسر. یگان فرزند شما همین کسب شما رو صاحب شده از خفای شما رفت یا نه؟ همشون. هر سه پسرام. ای قان زنید. دو تاش. آخه درآمدی نه. کرنای نواز. سیومش که اینجا تویم دویره می نوازد. شما خودتون ختم کننده ای؟ من ختم کننده ای اول مقطع میانه نگوید تمام خواندگی؟ 4 سال صادرخان حافظه. یعنی که شما ختم کننده مقطع موسیقی صادرخان حافظ از آوان کودکتان در دلتان همین یک مهر نسبتی همین خیلی اسباب‌های موسیقی بود. سلامت باشید. آج گفتید که پسرچم دوره نواز. شما دوری هم یعنی که خودتون نواخته میتونید. دوره همه اسباب. سلامت باشید. من اکانوردین خان من چی گپ بپرسم از شما. مردمی زیادی مثلا گیریم امروزها مثلا مایل و رغبتش هست و برای که من این آدمی من این قطاری من یا زایر کرنایچی میشیم گفتن یگان مکتبشو گذاشتن نکنیم یا یگان چه خوردن نکنیم آواز چه یگان برای صدا بلند برآمدن. من حاضر همین خودی استراوشم به موزیکال چیلیشو کدوم مکتب موسیقی به من حاضر درس کرنای جلیلوف شادیبای درس میدیم. مکتبش گذاشتن در کار. بله. هر کس همین من کانایچی میشم که تو این چیزا هر کس کانایچی نمیشد زور. این خودت دورش. همش خدا داد. همین دوستی عزیزم گفتم نغوره می نوازم. من بسیاری جواب میبینم که دو تا کالتکچه و کالتکی اسپیسیال مخصوص هم نیوی. نظرم همون شوخی یگان شکسته. قصر. آخرشون دو تا چوب گرم نواخته گشته که عادت کرده. اكو دو تا چوب یک موسیقی برام. دو تا چوب که دربارش گپ زنیم خطایی ها همون که اوخوت هم میخورد دی برادر. راست. لیکن وای چوبک یکی آدم صنعت به کار میکند. بله. یک تا خطایی که عجب فرامدیم آشخوری با تاجیکای ما دستش اینطور بار زده مثلا گریم گوشت مونده این خیلی اکسکاواتور با این خیلی جمع کرده میگیرد کو. خطایی ها کم تست میگیرد کو. همین وایده آتوی بسیار میخورد لیکن فهمیدی؟ بنابراین من گفتم که دوستی از ما نغاره نواز که باشن در انسامبل یک جای خودشون هست یک پارتی خودشون هست میدونی یک جاها میشد که مثلا یک تا خودشون مینوازن که مینوازن اینها کانتر دام میگیرن فهمیدی؟ من این دوستی از ما کارای نواز دام میگیرن لیکن بعضا میبینم که فیگورهای سیرکی هم اجرا میکنن توشون همین خیلی گذاشته کاسه در زنندگی و هم دیسیاسی ما بسیار حافظای نقش شده رفتگی پای بولو گل دسته کرده چیزای ساخته برآمدیم باید شما همینجا ریپتیسیون من دیدم من بریم بم بلندش دیدم توک نمیزنه توک کدوم توک جایی که اگر پاس باشن میگن توک نه اكو نگاه کن اینجا جای ریپتیسیون قبول نمیکنه خود قبول نمیکنه توک قبول نمیکنه قوه برق تو در نظر داری برق ای تو برادر توبه کردم که ببینید دو تا همه الکتریک بالی سیمی قوچانش سیم چوبانش هست هم تو بیرون زنی که پیرکی همساز حالا شما درست می نظمی همون سیما گرانتی کدام میشه این نمیگفته بردارون اگر
دیدی من عبدالخالق مطلب گفتم که با تو میگی فازا گفتم هم به من گفتن که حاضر چی بگویم اینجا مشق میکنه دیگه همون توی خانه با که کلا بگرفته این خیلی میموند بالا هم یا 15 تا کارنای میمونن بیام کاری قین بیام باور کن برای همین کارنای نوازان توی خانه بالان ساخته شده برای همین ها بیشتر توی خانه ها همش پس بود من برای همین چیزا معیار شده این توی خانه های بالان برای که بیه مالون هم 15 تا 16 تا 17 تا کارنای گل دسته کردن 17 تا کارنای یک نفر من پسرچی من شهباز جان امروز من باوری دارم که همون چیزا با نشون میدیم البته تماشابین به یک نمایش میدیم و گفتنی هستم که البته یک کار کردم بعد و یا همه نازکی‌هاش که نمایش دادن نکرده باز هستن گروه های کارنای نوازانی که مثلا دو نفر یک توی رفته عباد میکنن گویا که لیکن من اولین بار دیدم همین گروه نام گروه ابوبکر بودم ابوبکر با شرافتی یک شهری کالیمبادامی یک انسانی که همین 14 سال 15 سال فرزنددار نشده بعد خداوند به وی فرزند دادگی ما همین گروه نام همون بچه ابوبکر بچه آرزومند یعنی ابوبکر همون نام همین گروه همون مونده خب اولین گروهی کارنای نوازانی که زیاده از 10 نفر بودن من دیدم همین گروهی اکوی نوریدین اینها رفته کامپلیک همون تویبه باینش به برآمد آغاز تویبه برآمد باینش به سانی گردی گلخان به فکر من گردی گلخان به یک برآمد میکنن سپس خدمتشان از همین عبارت از همین چیز و مردم امروز ها باور کنید توی ها گرچند مردم کم شده باشد 40 نفر شده باشد هم امروز از خدمت رسانی از خدمت رسانی همین گروه استفاده میبرن و من باید بگم که با همین تشریف همین گروه با تویتون باز آبادتر و زیباتر میشود همطور خب ما انتظار هستیم اعضایان دیگری گروه رو همین خیلی دیر مونده میبیان یا اینکه چخیر به فکرم اومدن فقط انتظارن که کی دعوت میکنید شما مرحبا اگر همینجا باشن دعوت میکنیم بیاین خب تماشاگران عزیز ارجمند ما خودی حاضر با اهل گروهی کارنای نوازانی انسامبل ابوبکر اینجا برابری نوردین که حضور داریم گمان میکنم که همه اومد یا با و علیکم السلام این نفرم اعضامی همونجا بشینید همونجا فرزندی دیوم خب اینک گروهی ابوبکر جمع شد همتونی مرا مچیناس کنید کنم اینکه شوکت جان اسبابوی زربی با این کس هم خیلی برابر فریز جان کس کلارنت مینامه خب کلارنت این پسری کلانیم شهباز جان دیومان شیرزاد جان این کس هم اینم کارنای مینامه این شاخروخ جان اینم اسبابی ضربی دایره بود. خب من می‌بینم که اسبابی ضربی سال بسیارتر بود اینجا حاضر و باز جواب دید باز هیچ غم نی خب اکا نوردین باری هم شده بود که مثلا گریم خارجی ها میبیان که از قلعه مغ رفتیم زوجان همونجا بردن خارجی ها میبیان همون نزدیک خارجی ها هم نواخته البته ما پیشواز بگیریم خب ما به من زنگ میزنن که امروز مهمان ها تشریف میبرن همون آمد مهمان با پیشواز میگیریم باری هم شده بود یگان نفرش کارنای توفه گرفته رفته بود میشه که من از طرفای من دیگه طرفا بیان میگن همین چیز به اینا ذوق پیدا میکنه ما اگر من همین چیز معقول باشد ما نوکر شما میگم که استرافشان به خودی تاجیکستان می یک همین چیز میسازم استامیزو با پسرش عبدالرشید اما نام استرافشانی خب اگر همون آدمو معقول شود همین چیز اسباب همون آدم که بوده بار پرو کرده یعنی که میتونن مثلا گریم خریده یگو معقول شده باشد گرفته برده همین خیلی شده بود میگم تو فرانسوز اومده کارنای ما گرفته رفته بود نه یاپونیا با همون وقت ما یک 17 تا 18 تا کارنای بردیم اکنون چند کس اومده پرسان شدن که همین کارنای میفروشتم یک آدم گنده چقه شده بود همون چیزه همون آدم با ما توفه کرده بودیم حاضر و یاپونیان نواخته گشته است همون که خانهش به ویستافکش بماندگی میاد
یا بالکنش تو نواخصوص می این خیلیش هم نست. خب من درباره خارجی ها برای چی گپ زدم؟ یک تا خارجی آمده است بازاری زلیانی بازار میگیم که میوه و سبزیجات فروشی انیست روشنبه. خب سلامی انگلیسی گه گود مورنینگ سحر کتیان گود مورنینگ فتاس و فروشنده هم سیکی میوه های تیار کرد روی مالچکی پاک کرده سی باید کشیده دیگر گود مورنینگ مانده نشوید فت فهمیده سی سلامت باشن بیاین یکم چه گیرین what is فتاس سیب قپیده what is سیب بایی منه با مزدی خودمون میخرید می اخکراس 5 کیلو گفته بیاین 5 کیلو گفته فقیر بود داره 5 کیلو کرد ساتیل به سمکتون های میگه نه اینا همشه یک دونه کاغذ پیچ کنید گفته است وای فروشنده هم که سحر کتی خریدار اومد داره کاغذ گفته همش کاغذ پیچ کرد سمکش بده است گفتش نه what is گفته است گیلاس گفته است میخکراس با 5 کیلو گیلاس داره ساتیل به بول کرد سلفان های میگه نه کاغذ هر یک دونش کاغذ فروشنده که وایستاست که سحر کتی هم دونی و یک کاغذ پیچ کرد من شدگی سامه خدا بشکر تمام میکو پولش میتید میفتموند پدن لناد رفته همون مویز با what is گفته است مویز فروخته نمیشه دی نمو فروشه نمیفته اکو خارجی هم میکو چوی اکو نوردیم چوی نه آشمشو چوی یک روز یک سگ میاو گفته است سگ سونی گربه از دنزش گفتن سگ گفته است خدا میاو نمیگه گفته است وای سگ واک میگه من انگلیسی یاد گرفتم میاو گفته همین روباه رفته استاد پیرهی جنگلنده همین خواندنی بیدانه پاک سوسته هم تو نیا کنه یک تا بوته جومیساس روباه هم خودش غرونده است همونجا همین بیدانه قپیده میخورم افته بعد غلا شده است بوته جومیده است خیلی جومیده است غلا پوستو پاریس است موها پاریس است غلا شده است خیلی تصور کردم بعد یادم گورگا همونجا بود زبانی خارجی دنیا هم نازدی اشکامات سیر روبو جنگل به براوسه بوده سو روپرش یک جانورک برونده است نشناخته است وقت چخیل جانور موش کت است هم تو نگاه کنه روبو سال 10 ندبه نگاه کنه که زمان موش نیمان خورپشتا کت است اکنی سو ازن آدگد جله دلوچی دل موشی نمی موشه گاب زدو یا رستوران بود است سه تا سوراخی موشخانه بود است یک تا موشی قرقیزستان بود است یک تا موشی ازبکستان یک تا موشخانه تاجیکستان با موشخانه و با خوشروتر بود است موشا ساخته دیدم رستوران هر باری که محکم شده بیگاهی صاحباش برود شب سکی موشی قرقیز میبرم دستم هم تکره تو نیا کنه کم اکک تگی همون استکان با پیوه ماندگی بود است هم تو یخشی هفته برفته است جخشی میفته است از این ازبکستان ساعتی 2 شب هم تو میبرم دستم تو نیا کنه تو بینات و هم تگی شیشه نکم که کنیاک ماندگی هم تو زده شدم مزه قلدم گفته درامدم برفته است با میترسد که موش گربه نگاه نکنه افته یا خیلی نگاه میکنه است انی تاجیک 3-15 شب برآمده بار حس کرده یک تا عرق هم بتونیش گفته همش زده ایستاده فهمیدی تو یک شیشه نوشته شده با آرام نم رفته است با این طرف اون نگاه کنه گربه برو یک دو دهان گپ زنیم ما اینجا بعد نوشیدن همه شیر میشد که اینجا من پاشه میبینم میگم که چی میگوی ای پاشه چی میگوی ای پاشه گوهو با کرنایشنی گوهو با سرنایشنی فتگی برین یک کرنای کاش امی کرنای نوازه نبیرچش پیش مقدرش آمده شد مادرجان گفتن برادرم پاشه کشتن گفتن شد راه من آخوت کردم حاضر آش پختم حاضر آش پزم راه کارت کنم لیکن پاشه کارنای کتی کشتن هیچی یک تا پاشه کشتن راه کنم آخر پاشه آینه بشتگی بود کردم کنه تو حاضر شعر و شاعری سر کردی منم راستی گپ قلمم بازی شاعر باید نه خیر حاضر همه جا نیا کنید اینترنت تلفن شما هم اینترنتشه من این بیدانه هم اینترنتشه مثال ده حاضر عجایب شده از زمان دیگر شدن آدمان اینترنت پیدا شده آسان کرده است کارمان در آشخانه آشپزان در کارخانه کارگران هم رئیس و کاتبه دائما مکاتبه کودکچه در گهواره با اینترنت آواره
گریه از یادش رفته مادرش شد بیکاره هم اوکا و هم اکا دائما در شبکه در اینترنت خاله ام کافته یافته است امکه تماشای این حالت کرده مرا دوستان شاک پگاه خودش دوستان من شوم شیخ تیک توک خلاصی گپ دوستانم یک گپ من فهمانم با کانال پایک سوخت اعضا شوید شمانم یعنی افضل شوید عزیزان دل شتابره که ما وعده کرده بودیم یک رشته یک شاخه گوییم برنامه ما این شناسایی با شما با طرز فعالیت کاری انسامبلتون و باز یک صحیفه دیگری ما تمام قهرمان برنامه باید که یگان نمودی طعام رو تیار کند شما امروز کدام نمودی طعام اصلا گریمگه شما خوراک پخته میتونید البته چونه آدمی فربه این گپا نپرس چی بگوه برای چی همه میتونند می آدمی فربه خراب آدم نمیتونند من بچه پرسوزی یگان خیلی خوراک پخته میتونید نه کدام نمودیشه همشه خوردنش نازل نمودید خب کدام نمودی طعام رو تیار میکنیم میرس برای شما برای ما آشی استرافشنی آشی پلوی استرافشنی بیخی زرد سبزی زرد با بیخی زرد من دوستی زردکی ما البته بیخی زرد میسدن لیکن به هر حال زردکی خود گید با فکرم شما تاما آمدن اکیانویان پرسیدگی یکم چشم میانسی دویم چشم میانسی یا خودتون میپذید نه پرسوالیم همین تو پس به شوقی زیاد شوق دارید برای این برای همین پختوپز به شوقی زیاد داشتن مادرتون سبب شه ها اكون وياكي کارگر بودم پدر هم مادر من مادرشون روزی توی دیده بودم اما اولی خودم به سه پسرو یک دختر اكون که دختر گدایی بود مایدچه بود که همه گلاش نمیشون همه اكون وقتی که پدر و مادر کار بودن دختر یعنی که پخته عادت کرده موندید سونی بعد از اویله دار شدن خودتون میپذید من همه در وقتای در کاری خودی که تو خونی هنده کلان شدگی با این ما از خوردی میسازم لیکن به هر حال دوستان عزیز تماشاگران گرامی امروز ما در خاندان اکای نوریدین قرار داریم حضور داریم و امروز نوریدین با ما طرز تیار کردن آشی پلوی استرافشنی رو نمایش میدن خوب رفتیم با آشخانه نباشد رفتیم مرحبا تماشاگران عزیز و ارجمند ما در آشخانه اکای نوریدین حضور داریم و امروز من هیچ باوریم نیست که همین نوریدین خودش آش میپخته میتونه نمیتونه لیکن به هر حال میبینیم انا گوشت هم همه محصولات ها تیار هستند خیلی خودتون میدونید آش پلوی استرافشنی باید که امروز بپزیم چی ها لازم است برای پختن آش پلوی استرافشنی برای آش پلوی استرافشنی من روغن دنبا گوشت کلا سبزی زرد پیاز برنج دیدم که ترکاری شده شما خب قضی هم خب من دیدم که محصولات هایی که اینجا به هست همش گویا که در همان آشی معمولی مثلا گیریم در همه گوشه کانال تاجیکستان تیار می‌کردیم یگان نازکی دارد که مثلا گیریم همون تنها در آشی استرافشن دیده می‌شود یعنی اکثریت همون می‌دونند که همین استرافشن رسم آشپه جوی نمایان نزدیک آشی خوشلذت نزدیک اسپرکی به خیلی گپ وای سالوای نه سبزی زرد است خاصیتی اساسیش که هم در اسپر هم در مثلا گیریم پنجکین در پنجکین اونجا ها میریم حال خدا اگر خواهد آشی پلاو تامین خوب با شما کشایشی کار میگویم مرحبا من با شما گویم که علاومون نشان شما باشد عموما ممکن جان آشی اسفره چخیل آشی استرافشن چخیل میگوییم لیکن ما از همون خردسالی ممکن شما در اسفره آشی اسفره رو چشیده همون طعمش در دلتون مونده است یا در زبانتون مونده است لیکن من همچون که زوده استرافشن هستم نمیدونم برای چی باشد که هر وقتی که در استرافشن میآیم اصلا آش استرافشن استعمال کرده بعد میرم با بیخی زرد چون که اینجا زادگاه هست برادر زادگاه هست خونی نافد ریختگی بله انا بنابراین اینجا میبینم که سیرپیوز اومد خودی حاضر و با فکرم اینجا زیره اینجا خب مرچ خب باری دارم که آش یک خوشلذت میشود البته و تماشاگران عزیز و ارجمند این ساعت ما البته چطوری که گفتیم آش پلوی استرافشنی گفتید شما خیلی شروع میکنیم نباشد تا اون دمی که خیلی من اینجا به علاوه چکنم شما یکم لطیفه شوخ گوید خب من اینجا
پس به کار شما میبخشید صبر کنید مردم آشکونه هم میگفت از یک زن ها مالش خواستی خدا گوشت نیست تو گفتیم گوشت نموشد خدا میدونید اما اون مخور پخته نمیتونم برای همین مردها اگر آش پلاو رو پزند خوش لذت‌تر میشود یک نفر به گوشت باشد یک نفر دکتر اومده است دکتر اومده است تعریفشون دگی همه جا رایگان گفته السلام علیکم دکتری بی پول خدمت میرساندگی گفته بدر دکترم و علیکم السلام کسانی درست نمیشودگی گفته چی کسان نشود هیچ کس بیمار نشود البته عموما اگر تنی صحت باشد اینطور آشو استعمال کردن به دل میخورد البته در میگن که اگر دل گرسنه نباشد صدای کرنه هم خوب است مخرج جان من میبینم شما کچیگر بودید به فکرم پیش از اون که در خاندی کمان کار میکرد پیشتر پویزدوی بود کو پویزدو انگشتی کار میکرد خب همونجا کار میکردم من یک مرد باید چی هنر داشته باشد از اسفره تا از طرف شدن 3 تا 4 تا انگشت سوخته می اومدیم رسیدم از این طرف با خودش میرفتم سلامت باشید سلامت باشید نفسانتون درد نکند نوریدین جان بابای من میدونم که شما یک چند عنوان ها و البته گرامات های فخری دیپلم ها سزاوار گردید و حاضر عنوان شما علاشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان هستید و از همه عنوان بهترین من چنین می‌سازم که این به دیده و دل مردم در اومده جای شدن این از همه عنوان بهترین است و گمان میکنم که حالا عنوان‌های ازمای بلند هم شما در پیش انتظار البته و گمان میکنم که خود شما که امروز طولی چندین سالها من در خدمت مردم هستید نه شما خب آیا گفته میتوانید که مثلا گریم همین راستی گپ زمانه اون زمانه‌ای که پیشتر بود از این زمانه توی ها کمی باشد کم و بیش تغییرات هستن تو مثلا گریم یک توی بود که خط نسور بود انا همون خط نسور حاضر نیست مثلا از روی تنظیم گریم اگر همون توی ها مثلا برهم خوردگی حاضر توی ها چگونه و اون توی ها چگونه بودن کمتر درباره فرقیتش مثلا گریم برای اون نفرایی که تماشا کردن نیتی توی کردن دارن مرحبا فرقیتش همین بکی حاضر روی تنظیم برآمدم نفرهای سال کم کردگی یک بله مهمان کم تا آشی نهار 200 کسو باز ما 150 بله البته پیشتر توی اکثریت خانه ها بمیشود یک فایزی فدور همین همون مثال کرد که اومده تماشا میکردن همین کرد چاو حاضرم کرد 60 کیلو 120 کیلوگرم برنج دام میکردم خب نوریدین وای خاصی همون دوره بود بله امروز تنظیم باز به مردم یک یاردم هست که بهبودی برای بودجه اولیوی البته این یاردم است لیکن اصلا اساسش این است که انا همون جوانایی که خانه‌دار میشن آنها خانه داریم دور دراز کنند البته باز خوب میشد که همون صرف چخیمی که میکنن باز بعدی توی با کیسه که همون داماد بزادید داماد توره کلی پاشای گرفته یک سیر و سراحت برون شفتی لیکن به هر حال دوستان عزیز و ارجمند در توی معرکه‌های شما آوازی کرنه سرنه گروهی ابوبکر برآمده صدا داده باشد گویان ما اوشه علاوهش تیار آغاشتی هم من نمیدونم یک تصویر دیگه یک تصویر دیگه مرحبا دکه جان مرحبا بس ما برای کار یک تا دانه گرگی زدم در گرفت دیل علاوهش بگم دیل علاوهش بگم خب استاد شما امروز استاد دیل علاوهش نمزو لیکن شباده استراحت نمزو شد خب انا این روغن دنبهی گوسفند خانه‌دار نشدگی یا شکک بیچاره خانه‌دار نشده افندی مهمانی آمده بودیم مخرج جان استاد شما گردن چی میگین نه شما صحبت کنم ماشین استرافشن از آب سر میشد است من آبم میچینم دیگه مخرج جان مهمانی عزیز ما عبدالفتاح نه تنها همه رو میخواندونم حتی علوانی بهترین گویم هم خطاب میکنم ما سعی کردیم ما دوامش شما برای دوستمون لیکن یک چیز گفتنی که همین مردک آدم شیردل شدنش نکنه بله یک خانه آدم زوجش خانه مادرش رفته است خانه خوشتابونش به خودش تنها خواننده مایکچی پشته فوتبال تماشا کنه بارسلونا بایدوکچه تماشا کنه هفته تماشا کنه نصف شب ساعتی 2 طرق شده سوای خانه سیکی این برون هم تونی کنه 2 تا همین شکاف ویدیو مانتونه بیستوس بیلیه بیستوس برامدام یورگ نی شیردل نیده برامدام یورگ نی آدو رو که تماشا کنه ای خدا چاکراسین ها گفتن کی شده واقعا این خانه بدون سیفه برداشتگی آقای خانگی همه سه برداشت سیکی برامد برفتی است این مرد که عقبای واقعا اومده سیکی بولی که دروازش برون است بو سیکی اومده سیکو چی گفت آسی کوچیک گفت است
мардигирӣ беди ҳай дузо дузо мана куҷо бу чон содитон лекин имрӯз дӯсти азимон Нуриддин шердилона ош мекунам устоз бале инҷо ман дегашонро мебинам хуб оғоз мекунем аз чӣ мана оғоз мекунем аз афанди дегон моям тасбин мена якум равғанро меандозем имрӯз палови мо бо равғани думба овозашро бинед овозашро овозашро нигоҳ кунед ин фонограмма не гӯш кунед онҷо як дигар мо гуфтанем дам ки дар хонаи як нафар афанди меҳмонӣ омаданд ва гуфтанд ки имрӯз ман шумо чӣ кунам як баррачаи ҷавона пухтатиам ё ош кунам мегӯяд я дегото якта мегӯям сето дег аст боз як хонада меҳмон омадагӣ ош пухтиян шулла кардиян шақqa кардиян шавла кардиян шашлик кардиян ҳамаша хӯрдагӣ намебаравад ранги мо хира ҳамташтар соҳиби хонаам ҳамту буронда сафедорашко нигоҳ кард истад ва одам меҳмон омад синҷиби якбор чокрасид куза ҳамун сафедора дура бешана зоғай сафедора буррим ғалта ҳамун зоғ омада зада почкиш кунад ҳамуна пазин хӯрим мебад кош кибта алиқа меҳмонаям ҳайку хуб равғани думбаи мо ба фикрам ҳозир ҷазда мешавем сони дардаби дастурхон мазза мешавем خب راستی گپ خلیسترین گفتم من به دکترها وایترگی فقط جازه خورید بسید استعمال کردن نکن فقط جازه خلیسترین هم کم بود است من بازی من باوری دارم که شما همین شهر هم یه نیستید همین چیزا با گام بزنیدتون خیلی احتمال یک تاشون نوشتیان که رسا فرقی شد رفت دیگه شما خیلی آدمای ناسکتی سوی همسایه‌ها میشید فرقی میشید من این یعنی شما درباره کامنتاری گفتیدو شرح می‌نویسم می‌بینید من در یک سایت تماشا کردم که شما با همراهی یک آدم نیرو خر گفتگو می‌کنید کامنتاری نوشتن نتوانید لیکن چی اصلا اینجا یک چیز داره بعضن وقت همون حقیقتی هم صحبت کنید بهتر ولی البته لیکن من چی گفتم هستم که با یک شوخی بود من گمان میکنم همچون شوخی قبول کردن میخوام آشپز بخوام رسم سازی نسبت فکرم واسه این که آدمی مهینکک جیب وای نشدیان انا اینقدر روسا میگن که когда дают бери когда бьют беги когда работают не мешает عقلی همین تیز میفهمید که من قوی من ظاهرا برا اصلا بچه سیر گپن بچه یکی برنامه‌هاش رادیو ها با تلویزیون ما برنامه دارد بچه گنده نی رادیو با مثلا گیریم نگاه نکره همون آدم ریاکسیش ندیده گپ زدن قی من شما رادیو و دیکتور شده میتونید نرتاق کنید نه یا بر حرکت کنیم میو برنده مهارتی برندگی دارد اوزی یهو بهتر ماده شده یک چیز دوید ایها شده پریمای افیر میکنه شما که گام بزنید تلفن یکتاش السلام علیکم زنگ تلفنش دیگه با شما پیوست میشیم دوستی عزیز سلامتیتون ناز درست است میبخشید اگه اونجا با آدمی گاوسوسگی چاینیکش جوشیده آواز مرور است آواز مرور است عذر میبخشید و فکرم شما در نزد چاینیک در آشخانه هستید از اونجا برآمده اگر گپ بزنید گفتم اون در مردک تری تروسی بود است با خدا وای موید دیسوس نه وای موید دیسوس بود است همون که عجایب یک من هم اومدم درباره چی گپ می‌زنی گفتگو کردید خود از درباره آش گپ زدم اول عربانی دنبال کردم چون من جازه میشم جازه رو دوست می‌دارید کی شما جازه رو بعد می‌دیدی که اونم کارم اكو پیشترها میگن که حقانی جازه معنی سر پول میکنند بله از رنگ معنی ها خودش که پول های از جدود خاله ها زور کن تو سازم توجه کن باور کن دوست داشتم گفتم دیدم که من اگر تو رو ببینم عقلم رو گم میکنم البته همین خیلی خودش نیست تو گفتم خب دوستان عزیز ارجمند انا روغن دنبا هم کمی تیلو رنگ گردید با طبق میگیریم روغنی گویم روغنش در تگی دیگه وقتی من آب شد من روغن جدا کرد انا کن در بسیار جایها وقتی که آش میکنم پیش از آش طبقچه با همین چیز جزه میارن یعنی که همین خود همین طور خب دومین کاری که ما میکنیم انا این جزه اگر بالایش 4 دونه پیاز پرتویم پیاز نمک بله
زرجان و نمک و این پیاز حاضر با برش به کم ترک پمیدار بعد چای کبود چای کبود سانی چای سفید برام نمی خیلی خبیم انا اکنون مرحمت کنید دوستان عزیز من فکرم جزا در استقلال بیایید مهمان شوید روغن هم داغ شد پیاز رو میانزیم تا اندازه که پیاز تیلو رنگ میشود هم میذاریم تیلو رنگ شده میشه پیاز هم بسته هر زمان اصلا میگن ما امروز چند کیلو برنج میپزیم این برای حاضر این هم مخیم جان دوزر میپزم عبدالصمد از فدراسیون روسیه زنگ بزنم اوه عبدالصمد جان کنین دوست عزیزی ما یکی از گویم تشکیل کننده های همین گروه در پهلوی نوریدین از اول بودن دوست عزیزی ما در روسیه هستن نوریدین جان عبدالصمد در فدراسیون روسیه عبدالصمد ما حاضر در خانه نوریدین جان آش پخته ایستادیم برنامه یک پیاله چای شما هم مردم تماشا دارن گپ زنید سلام 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 ما حاضر آش پخته ایستادیم اینه بینید که خوشنامان که نغز میبیند خودتان بینید خوشنامان که را دست میدارد شما در راهی دور ما در نزدی و فکرم برف بریده ایستاده است بله نگاه کنید برادر در کدام شهر شما خب کراسنویارسک همه کراسنویارسک انگار سلام از نام برنامه یک پیاله چای از نام زاهد جان از نام دوستی عزیزی ما نوریدین خان آش پخته آش همه نفرانی که در غریبی هستند در مسافری هستند بگذار صحت سلامت برگردند جزه تیار جزه بله همه به سلام گویید بچه ها با السلام علیکم نازید مادر جان درست سیدمی سلامستان نظمی کورو نظمی همین روز یک میونه 27 جان محکم بسته ما گفتیم یک استراحتشان میریم اکو استراحتشان با اومدم بعد خانه دوست میریم گفتم نمیر خانه نوریدین خان با اومدیم خودتون چطور یک تا اینجا گذارید تا دعا تید ما بکنی بی نوریدین جان بی تماشاگران عزیز و ارجمند مادر بزرگی نوریدین جان عزیز ما بس مرحمت خان جان گذارید این فایز هر یک خاندان با عالم مادری عزیز خاله جانی عزیز برای پیشرفت کاری فرزند جگربند شما دا فرزند چند تا؟ 3 پسر و 1 دختر 3 پسر نوریدین خان همه خوردیم یا کلانی می؟ همه کلانی نوریدین جان یا دعاتید مادر الهی آمین مورگوتی امری خد تنی صحت و خاطری کن دلی بیغم کن روح امراه و قوت و مدد کند اخیری کار نیک کند پروردگار زمانه همه تینج کند ارزانی امانی کند الهی پروردگار خوشا همه تینج کند الهی خدا پروردگار این دردکو در پناه هست خودش نگاه دارد الهی خدا شما نه الهی عمرکاتان دراز کند رزقاتان فراخ کند الهی همین نوریدین جان الهی بچه کاش پشتش بماند داغ و دردش نبیند الهی پروردگار چی نیت و طلباتون باشد خدا رساند دوینا به امید گشتن پروردگار ناامید نکند وای سال اینجا که همه کاتان مل شویتان و کم نشویتان بر الهی پروردگار چی نیت و طلباتون باشد خدا رساند دوینا به امید گشتن پروردگار شما هم 101 ببروید الله اکبر نوریدین جان در حقیقت شما انسانی بدولت هستید چون که مادر دارید که هر سحر همینطور دعا میکنن این خاندان این فایز این گلها میسبزد برای چی چون که مادر در این خانه نفس میکشد خیلی خانه مبارک باشد من همین رسوی بهترین حاضر راستش گویید شوخ بودمی یا قابل بودمی؟ قابل خودش قابل بودمی؟ کدام فرزندتون شوخ بود؟ همش نه انا خدا آخر مادر همه فرزند را یخی دوست نه. زدگیتان نمیگم رو؟ نه. مایدگیشاندم؟ نه ایخی نبدو نه من فقط اینوی همین کار با مامده میبرفتم دستت با کار میبرم حاضر گفت خودش حاضر گفت که من همین دیگه طبق با گفت انچه استخونم نیست گفت نه از من از سر این مادرم یاد دادگی میگن از سر همین من کار با میبرفتم
می اومدم که allakay خانه رفتگی پولوم یگان بار معلمای مکتب آمدگیش نمی آینه میشکنه دو نه یگان بار آمدگیش نه تماشاگران عزیز مکتبای هم عجایب ده یک مکتب معلمه یکم روزی مکتب درآمده شد так عبداللهیف من خیز بچم دادات کجا کار میکنن گفت دیرکتوری خیمزاواد گفت است عبداللهیف این پیش بشین اینجا بشین بازارف دادای تو چیه گفت تلویزیون با دیرکتور گفت است تو یعنی اینجا بشین так ولیوا دادای شما گفت میلیتسیا گفت است هر دو تو خیز ولیوا اینجا بشینید işte درسا تمام گذشت از آخری درس با ولیوا سکین دادات میلیتسیا به چیش تو کار میکنن نمیدونم دیگه قد رفتن سلامت باشیم ما اکنون مادر جان یک برنامه داریم یک پیاله چای سری یک پیاله چای صحبت این یک پیاله چای نوردین خان ببینید کو این کارو ببینید کو یک پیاله چایش هم خیلی است بعد این زیربکا همش نقص زیر بیدن بار آب میاندازیم مرچ زیره سرپیاز انکن قضی کم دیگه آب قطعی کنیم بلق کرده جوشیده نشن انتظار میشیم وقتی که با جوشد با بعد برینجه میاندازیم